روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همه تا صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبیم. در اینجا ما یکم بار شگالدک میپزم. چند کشیدم خالی دلم کشیده است. از اینجا قطعی دخترها میپزیم، قطعی فریزه اوسو بفریزن. قطعی همی فریزه شو میپزیم. کم ترک نمک دختم. ما یکم بار پختگی نیستم راستیگه. دروش. آدم ها رو میبینیم حواس میکنه خوب بکنیم یکی ما میشوخیم بعد آرد میاندازم خیلی همه میتونه با فکرمون خیلی یکم بار ما میکنیم که شما به ها بوتی چخل میویه من یکم یکم بار نکدگیم میبینیم آدم ها رو خیلی تماشا کده کم 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 نه نه نکن منم خیلی دوستای عزیز ما اوکروبی سویجی نداشتم اوکروبی زمروز کرده دوختم زمروز کدگی من این قشه در همین روزای مبادا در کار میشه گفتگیم برین انا که شروع یک جایه میکنم میمانم شه که دم بگیره یا نیم ساعت که با چی گب میشه تا دم کدن شه بیسته که بعد میپزیم شه با فریزه با همت یمونه فریزه با مزه میشه به مزه میشه با فریزه میگمونه باید سستیش عمیقه باشه با فکرم نه از نمیچی فریزه خمیرم دوست میداره برای وی و دلش میشه که خمیرم بخوره نمیخه روشا با سلفان پوشانده میمونم اینم خیلی پوشانده میشه میسته یک نیم ساعت بیسته بعد گرفته بریون میکنیم شه دوستان عزیز در اینجا باشه کم ترک میخوام برای بیگه و برای کودکارا کارتوفل فری کنم چخلی که من در چند ویدیو هم نشون دادگیم چخلی کردن شه با یک بار دیگر نشون میخوام میره برای شما پیشکش کنم که کسانی که نو با کانال ما ابونه شدگن ممکن ندیدگی باشن اون ویدیویی که ما چخل کارتوفل فری میکنیم خیلی به همین ما اول چی داشتیم یک تا کارتوفل فری کنگم خیلی اپرات داشتیم متاسفانه سوخت بسیاری بد کردیم شنویرنه برای که بسیاری بد کردیم کارتوفل برای ما نمیخیر با همین شکل ریزه میکنیم نه اونقدر تونه نمیخیر نمیخیر که ریزه کردیم در آب خنک میشویم و خشک میکنیم شه بالاتای با پالچینسا یا که با نمو هستن سالفیتکا و سالفیتکای خشک میکنیم و در روغن تصفون بریون میکنیم نمک نمیکنیم نکیم بعد پخته شدنش بعد نمک میکنیم دوستای عزیز از اینم ریزه کرده بشم با نشون میتونم اینم خیلی دوستان یک بار شوشتم شه و یک بار دیگه در آب خنک گرفتم شه میسته در اینجا یک 5-10 میلیون میسته بعد گرفته خشک کرده بریون میکنیم شه عزیز انا خیلی در پلاتین سموندم کم تر خشک کردم شه انا که بریون میکنم بعد با نشون میتونم بعدی بریون کردن چه خیلی میویه دوستان عزیز انا خیلی پخته یکم پارسش بگیم کم ترک نمک کردیم انا خیلی هوا میتیم شه انا خیلی کم ترک تا قریبی قطع کنک شدن شه دوستان عزیز چه خیلی که دیده استوده نمیجا کم ترکی پوزورکی پیدا کده انا می روز میگیرم کم تر بیریون میکنم کم ترک نشون میتونم بعد کارتوشکا ماموز تمام نکردم کم ترکش مونده نیم زیاد چه کردم دیگه بعد در اینجا ویدیو رو با پایان میرسونم دیری بد میشه برای همون در وقت خواهی میگیم
دوستان عزیز نمی خیلی انداختم یکم برام باشه خشراق اومدیم دمک اومدیم درنش و فکرم دم کردی که دختر بمونه ما با قاشق دختم یک قاشق دختم نمی خیلی دم کرد سرخه که خشر شوم با بگیرم شونه دوستان عزیز نمی خیلی کارتوفل فری ما تیار شد نه تر میکنه میخوری تمام هم قبل مزه حتما تیار کنه وای نه هیچمون یا هم گنده نشده اینه که جوشی بدن میره والله ایمه که خشرو میرم دائمی تر کده میخوریم با چکه در اینجا ویدیو رو با پایان میرسم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشه خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشه دوستان عزیز و بگید که همین رسیپت تو غوری کردیم یا نه